در ابتدای باز یک روز نو شالوی گلخوجه هستم که به همه شما عزیزان درود میفرستم و انتظار دارم که چون همیشه در برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از 2.5 ساعت دیگر تقدیم شما می شود ما را همراهی خواهید کرد. نخست تفصیلاتی داریم از سفر پرخطر رئیس جمهوری تاجیکستان به نوروز شهر پنجکند که اگر در خاطر داشته باشید در آخر ماه مارس یک روز به تاخیر افتاده بود. با باز شدن مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان تبادل کالای ارزان میان این دو کشور امکان پذیر شد، ولی طوری به نظر می رسد نرخ‌ها به تدریج برابر می شوند. تحریم امریکا قربی روبل روسی را پایین برد و این روند به بازار تاجیکستان و به حیات مهاجران تاجیک در روسیه چه تاثیر خواهد گذاشت؟ در این باره ما گزارش داریم. رهبر فیسبوک مبارزه را ضد فیک نیوز شدت بخشیده است، ولی اعتراف میکند که در سال 2016 ضمن انتخابات پرزیدنتی امریکا نتوانست معلومات خصوصی کاربرانش را از شرکت هایی که زیر نفوذ روسیه بودند امین نگاه بدارد. و سیر خواهیم داشت به مدرسه در نویه قبادیان که طبق روایت ها جای دفن 60 دانشمند و همچنین مکان تحصیل ناصری خسروی قبادیانی است. این تنها چند از خبرگزارشی های ما در برنامه امروز است و گزارش های بیشتر از این را هم داریم. بعد از 2.5 ساعت دیگر ما را منتظر باشید. آزادی ویدیو کانال